میگم به همه اونهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارند برای شما بینندگان عزیز فرا رسیدن باز یک روزی مبارک جمعه رو شاد باش میگم و باوری دارم که در این روز به هم دیگر بازم چند روزهای پیشی مهربان خواهید بود، سخنان خوب خواهید گفت و البته در دادن صدقه و خیر کردن دستی دراز خواهید داشت. خب بشالو گلخوجه هستم چون همیشه در صبح بر وقت همراهی شما در روبرویتان دقیق ترش و با خبرهای تازه که در دست دارم. طور گفتم امروز جمعه است 23 نوامبر و ظاهرا امروز روز سرخبری است، چی در تاجیکستان و چی در سرتاسر جهان و من خیلی خبرهای زیاد دارم برای شما که میخواهم در این صبح بر وقت به سهم شما برسونم و فکر میکنم این خبرها برای شما نیز جالب هستند. اما قبل از اون که به خبرها رو بیارم، چون همیشه شروع میکنیم از وضع باد و هوا. در پراگ امروز هوا نسبتا گرم است، حرارت در دوام روز تا 5 درجه میرسد. در مسکو پایتخت روسیه بریدن برف پیشگویی میشود و انتظار میرود که سردی هوا 1 درجه رو تشکیل نماید. در دوشنبه باشد پایتخت تاجیکستان هوا ابری است و روزانه تا 12 درجه گرم می شود. و بینندگان عزیز، همین چند دقیقه پیش خبر عاجل به ما رسید که در شهر کراچی پاکستان در نزد کنسولگری چین 3 فرد مرگ طلب همراه با 2 افسر پلیس کشته شدند و این 3 مرگ طلب میخواستند که وارد کنسولگری شوند ولی آنها موفق نشدند که به هدفشان برسند و در درآمدگاه کنسولگری کشته شدند. تفصیلات این خبر را ما در جریان روز حتما به شما خواهیم گفت و اما حالا برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان که طور گفتم خیلی زیاد هستند و چند دقیقه پیش، اینم تخمینا نیم ساعت پیش خبر رسید که عزت الله شریف زاده سردار اداره زندانهای تاجیکستان از مقامش آزاد شده است. فرمان برکناری شریف زاده روز 23 نوامبر از سوی رئیس جمهور امام رحمان به امضا رسید. منصور جان عمرов معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی از مقامش آزاد و جایگزین عزت الله شریف زاده شده است. این برکناری بعد آشوب خونین در زندان رقم 3 شهر خوجند به عمل آمد، اما عزت الله شریف زاده یگانه مقام اداره زندانها نیست که در پی آشوب در زندان خوجند برکنار می‌گردد. پیش از او روز 15 نوامبر فیض الله سفرزاد رئیسی همین زندان که در آنجا آشوب زر زده بود با همراه با 6 کارمندش دستگیر گردیدند و طور ما پیشتر هم خبر دادیم برای 2 ماه حکم کرده است دادگاه که اونها باید در بازداشت بمانند. خب در ادامه همین موضوع اما یادم نرود که در رابطه با برکناری عزت الله شریف زاده ما در جریان روز برای شما بازم تفصیلات خواهیم داد که این برکناری با آشوب وابسته است یا با یگان سبب‌های دیگر دارد و حتما در برنامه خبری هم خواهیم گفت. ولی یک چیزگر این است که سیراج‌الدین مهریدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در بروسل اعلام کرد که در اسیان شب 7 نوامبر در زندان خوجند 21 آشوبگر بی‌ضرر گردانده شد، یعنی کشته شدند. به قبل او اکثر آشوبگران افرادی محکوم به تروریسم از جمله پیروان گروه تروریستی دولت اسلامی بودند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در این باره دیروز به سوال یکی از خبرنگاران پاسخ داد و گفت که در این حادثه 2 مأمور محبس کشته شده، 5 زندانبان دیدن زخمی گردیدند. این نخستین شرح رسمی مقامات تاجیکستان درباره آشوب شب 7 نوامبر در زندان رقم 3 خوجند است. وزیر امور خارجه تاجیکستان افزود فعلا یک گروه ویژه از دادستانی قضیه را تحقیق دارد و نتیجه آن توسط رسانه‌ها اعلام کرده خواهد شد. در ضمن امروز در شهر بروسل قرار است ملاقات وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی و مقامات اتحادیه اروپا برگزار شود. از تاجیکستان در این نشست طور گفتم وزیر امور خارجه سیراج‌الدین اسلف شرکت می‌کند. در جریان این ملاقات که برای بار دوم در سال جاری برگزار می شود، مسائل همکاری های دو جانبه و در افغانستان و مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، همگرایی منطقوی و همکاری ها در مسائل آب و انرژی بررسی می شود. اتحادیه اروپا میگوید این ملاقات در آستانه تهیه استراتژی نو این نهاد برای آسیای مرکزی برگزار می شود که یک بخش مهمی آن مسائل حقوق بشر هم هست. فدریکا موگرینی رهبر سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آمادگی ها به این نشست در برابر خبرنگاران کشورهای منطقه در بروسل هفته جاری گفت اتحادیه اروپا یک شریک مهم کشورهای آسیای مرکزی به شمار می رود و در دایره استراتژی عمل کننده که سالهای 2014 تا 2020 را در بر میگیرد این کشورها در مجموع
1 میلیارد دلار کمک دریافت خواهند کرد. حکومت تاجیکستان گفته است که سال 2021 قرب $100 آمریکایی در کشور به تقریبا 1100 سومانی برابر خواهد شد. حالا در بانک‌های کشور $100 به 943 سومانی و از آن بیشتر خرید و فروخته می شود. حکومت در طرح بودجه سال 2019 قرب $100 آمریکایی را 970 سومانی و در سال 2020 1020 سومانی پیش بینی کرده است. این طرح امروز در برابر برنامه قرض خارجی تاجیکستان در مجلس نمایندگان بررسی و تصویب خواهد شد. بار اول است که طرح پیش‌بینی‌های بودجه یک باره برای 3 سال آینده تهیه شده است. یعنی بودجه سال آینده و پیش‌بینی‌های بودجه برای سال‌های 2020 و 2021. مقامات وزارت مالیه، وزارت رشد اقتصاد و بانک ملی تاجیکستان با دلایل مختلف از شرح موضوع خودداری کردند، ولی برخی از کارشناسان امور اقتصاد میگویند که نگه داشتن قرب $100 آمریکایی در چنین سطح خیلی دشوار خواهد شد، زیرا فعلا نیز ارزش $100 آمریکایی بیرون از صرافی‌های متعلق به بانک‌های کشور تقریبا 1000 سومانی شده است. چند سال پیش مقامات تاجیکستان فعالیت صرافی‌های خصوصی در کشور را بستند و شهروندان میتوانند ارز خارجی را تنها در مؤسسه‌های بانکی خرید و فروش کنند. بنابراین حالا بازار سیاه ارز خارجی در کشور عملاً وجود ندارد. تنها بعضی تاجران و افراد علاهیده به خاطر آنکه در بانک‌ها نوبت نپایند آماده می‌شوند دلار بعضی شناسای خود را با قیمت گرانتر بخرند. طبق طرح بودجه سال 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است، بخش درآمد آن در مقایسه با امسال 13% بیشتر بوده، در سطح بیش از 28 میلیارد سومانی پیش بینی می‌شود. در قانون بودجه امسال بخش درآمد در حجم 19 میلیارد و 568 میلیون سومانی و خراجات در حدود 19 میلیارد و 863 میلیون سومانی پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان سال گذشته تصمیم گرفته بود که برای ساختمان نیروگاه راغون در یک سال حدود 400 میلیون دلار معادل 3 میلیارد و 200 میلیون سومانی اختصاص بدهد. این رقم برابر به 6.1 بودجه کشور است. احتمال در بودجه سال 2019 نیز مقامات برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون پول جدا کنند. خب تاجیکستان از روی سرعت اینترنت موبیلی در میان 124 کشور جهان در جای آخرین قرار گرفته است. این رده‌بندی از طرف سازمان ایندکس جهانی سنجشی صورت گرفته است. کارشناسان چنین نتیجه را نشانه واضح بحران در بازار علاقه کشور می‌دانند. گزارش نوی سپید تست گلوبال ایندکس روز 22 نوامبر نشر شد و خلاصه‌های این تشکیلات وضع 10 ماه امسال را در بر می‌گیرد. این گزارش سرعت اینترنت در کشورها را از روی دو بخش موبیلی و ناقلی جدا کرده است. اسم تاجیکستان در روی خط سرعت اینترنت ناقلی ذکر نشده است. اما گزارشگران ایندکس جهانی سنجش سرعت گفتند اینترنت موبیلی در تاجیکستان با سرعت 6.97 مگابیت در ثانیه از همه سوست در میان 124 کشور جهان است. بر اساس این گزارش سرعت اینترنت موبیلی در تاجیکستان به مراتب سست‌تر از همسایه کشورها بوده است. از جمله قزاقستان در این روی خط در مقام 74، قرقیزستان 94 و ازبکستان در جای 110 است. این در حالی است که سال گذشته ازبکستان در این روی خط یکی از مقام‌های آخر را اشغال می‌کرد و امسال موقع این کشور به طور نظر است بهتر شده است. تاجیکستان را در روی خط کشورهای دارای اینترنت از همه سست افغانستان، عراق، الژیر و ونزوئلا همراهی می‌کنند. به نوشته مؤلفان گزارش سپید تست گلوبال ایندکس وضع در این سمت تنها در سال روان بدتر شده است. سست شدن سرعت اینترنت در تاجیکستان نه تنها از سوی سازمان‌های جهانی بلکه از جانب استفاده برندگان هم زیاد انتقاد می شود. مصاحبان رادیو زوده میگن سرعت پست یگانه مشکل آنها با اینترنت در این شب و روز است. زود محدود شدن دسترسی به بعضی سامانه ها و هم بالا رفتن نرخ آن از دردسر دیگری مشتریان اینترنت در تاجیکستان ارزیابی می شود. مقامات تاجیک تا حال درباره گزارش نوی ایندکس جهانی سنجش سرعت واکنش نکردند، اما در گذشته بعضی مقامداران تاجیک سرعت پست اینترنت در تاجیکستان را به دوری راه مربوط دانسته بودند. ضمناً مسئولین شرکت‌های موبیلی تصدیق میکنند که سرعت اینترنت در کشور به طلبات مشتریان جوابگو نیست. برای مثال مسئول یک شرکت موبیلی گفت که وقتی واردات اینترنت پورا مونوپول شد امیدواری به شدن وضع بودن خطا است. به قبل این هم صحبت رادیو زوده فعلا چنین فضای به وجود آمده است که شرکت ها برای بهتر کردن سرعت و صفت اینترنت کار کردن نمیتوانند. چون از سرعت اینترنت گفتیم
ҷои таъкид аст ки дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шурӯъ аз 6 ноябр то дирӯз яъне 22 ноябр сокинон комилан аз интернет маҳрум буданд ва ба алоқаи мобилӣ низ дастрасӣ надоштанд. Чунин маҳдудият дақиқан баъди эътирози гурӯҳи сокинони шаҳри хорух дар назди бинои ҳукумати шаҳр ба вуҷуд омад. Сокинон 3 рӯз муҳлат доданд то дидбонгоҳҳо аз дохили шаҳр берун бароварда шаванд ва ҳамчунин гунаҳгорони тирпаронии шаби 4 ба 5 ноябр муҷозот бинанд. Дирӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон алоқаи мобиливу интернетӣ барқарор гардид. аммо ин ягона хабар марбут ба ин вилоят нест. Шодихон Ҷамшед, раиси собиқи ин вилоят, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон таъин гардид. Дар ин бора қарори раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расидааст. Шодихон Ҷамшед дар пайи интиқоди раиси ҷумҳур аз вазъи тартибот дар ин вилоят 1 октябр барканор шуда буд. Бо фармонҳои дигари Эмомалӣ Раҳмон раисони ноҳияҳои Рудакӣ, Тоҷикобод, Данғара, Ховалинг ва ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе иваз шуданд. Ҳамин Муҳаммад Раҳим Юсуфӣ, раиси ноҳияи Фирдавсӣ, Рустам Акрамзода, раиси ноҳияи Рудакӣ, Ҳамидулло Маҳмадшоҳзода, раиси ноҳияи Тоҷикобод, Исломиддин Хайриддин, раиси ноҳияи Данғара ва Парвиз Акрамзода, раиси ноҳияи Фирдавсӣ таъин шуданд. خب رو میارم با خبرهای دیگر و قبل از اون که این خبرها رو برای شما بگم بار دیگر درود میفرستم به همه اون عزیزانی که همین لحظه با آزادی ویدیو پیوستند و ما رو تماشا دارند تا اینکه با خبرهای تازه آشنا شوند. خب موضوع مورد نظر برای مهاجران عزیز ما که دیروز هم در برنامه خبری در این باره برای شما گفته بودیم، وکیلان مجلس شهری مسکو با وارد کردن تغییرات به قانون انداز نرخ پتنت را برای مهاجران کاری در پایتخت روسیه 5000 روبل مقرر کردند. این تغییرات از اول سال 2019 به حکم اجرا خواهد آمد. در حال حاضر نرخ یک ماهه پتنت مهاجران 4500 روبل است و وکیلان مجلس شهری مسکو این تصمیم را پس از آن گرفتند که یک نظرسنجی اخیر نشان داده است درآمد مهاجران کاری در این شهر در یک سال اخیر افزوده است. از این پیش میر شهری مسکو سرگئی سابیانین در یک مصاحبه‌اش با تلویزیون روسیه گفت 70% مهاجران کاری ثبت نام میشوند، پتنت میگیرند، ایزی دستان خود را میگذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است. سابیانین گفته است که میزان جنایتکاری تا نیم برابر کاهش یافته است. ضمن مقررات داشتن پتنت کار در روسیه از 1 январи سال 2015 جاری شد و ارزش این سند که عملا یک اجازه‌نامه رسمی کار میباشد در هر منطقه این کشور فرق میکند. چند مهاجر توجیک در مسکو با رادیو زودی گفتند پرداخت 5000 روبل اندازه پتنت برایشان آسان نخواهد بود، اما نگرانی آنها بیشتر از برخورد نامناسب پلیس است که نوبسته به داشتن و یا نداشتن پتنت آنها را بازداشت و ساعتها در اداره‌های پلیس نگه می‌دارند. از جمله انور بوبایف امی حقوق مهاجران گفت مشکلی از همه اساسی مهاجران توجیک طلبات نوی قانونی روسیه است که مهاجران را موظف میکنند در همان جای زندگی کنند که رسما ثبت نام شدند. بوبایف میگوید اکثر صاحبان خانه که با مهاجران منزلشان را به اجاره میدهند نمیخواهند در همانجا مهاجران کاری را ثبت نام کنند و در نتیجه مهاجران مجبورند در مکان دیگر خود را نامنویس کنند. در نتیجه وقتی مهاجران برای گرفتن پتنت مراجعت میکنند در مخزن معلومات مقامات اسم آنها همچون ساکن ذکر نشده است و مقامات مهاجرت درخواست مهاجران را برای گرفتن پتنت رد میکنند، گفت بوبایف. این حقوقشناس توجیک گفت عین زمان او همراه با چندی از حامیان حقوق مهاجران به مقامات روس پیشنهاد دادند که مقررات ثبت نام حتمی مهاجر در مکان زیست را بازبینی کنند، چون اجاره دهندگان نمیخواهند مهاجران را در منزلشان ثبت نام نمایند. ضمن ماه قبل محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی تاجیکستان ضمن فوروم بین پارلمانی در مسکو این مشکل را در میان گذاشت و از مقامات روسیه بازبینی آن را درخواست کرد. باید گفت که گرانترین نرخ پتنت در روسیه در ولایت تویر است. حق یک ماهه پتنت در این ولایت 6000 روبل بوده انتظار می رود امسال از این هم گرانتر شود. نرخ پتنت در ولایت مسکو 4300 روبل و در شهر سنت پترزبورگ 3500 روبل است. خب ما حتما باز این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد و دیروز هم شما زیاد درباره بازم اوفی مهاجران پرسیدید و در این رابطه هیچ دگرگونی نیست تا هنوز و اگر سنه اعلان امنیستی شد مطمئن باشید بینندگان عزیز که ما حتما شما را خبردار خواهیم کرد.
و من رو میارم به خبرهای دیگر. مطبوعات ایتالیا روز 22 نوامبر خبر بازداشت مرد مصری را نشر کرد که برای نیت سفر به مناطق تحت نظر داعش بازداشت شد. مقامات تفتیشاتی ایتالیا گفتند اسام السعید شلبی 22 ساله روز 21 نوامبر بازداشت گردید. شلبی را برای تبلیغ عقیده جهادی ها توسط پیام رسانی های اینترنتی و رهبری گروه خردی طرفداران داعش متهم میکنند. پلیس گفت شلبی توسط برنامه تلگرام ویدیوهای تهیه شده اعضای داعش را پهن میکرد و در میان آنها اینچنین ویدیوی حمله تروریستی به سیاحان خارجی در تاجیکستان هم آشکار شده است. این و دیگر ویدیوهای حمله های جنگجویان را شلبی در میان کاربران گروه های خاصی طرفداران داعش در تلگرام پخش میکرد. در حمله به جوانگردان 4 نفر کشته شد و روز 21 نوامبر دادگاه عالی در تاجیکستان متهم اصلی انجام این حمله را به حکم زندان ابد محکوم کرد. ضمناً دادگاه تاجیکستان یگانه زن در پرونده قتل سیاحان خارجی را برای خبر ندادن از جنایت به 1 سال زندان محکوم کرد، ولی به خاطر 2 کودک نابالغش اجرای حکم را به تأخیر گذاشت. دادگاه تاجیکستان گفت گناه بحرینیسا حیدرова در آن است که حسین عبدالصمدov را بارها در نارک دیده ولی از حضور این شخص شبهه‌آور به مقامات خبر نداده است. پس از حمله مرگبار 29 ایول در حدود نویای دنغره نسبت به حیدر و هم پرونده باز شد ولی تا زمان شروع محکمه های دادگاهی در آزادی قرار داشت. به گفته مقامات حسین عبدالصمدov چند ماه پیش از حمله خواهر 23 ساله حیدرова را خواستگاری کرده است. بحرینیسا حیدرова که در کنار روی دوشنبه کلوب 15 کیلومتر دورتر از شهر نورک غذا میفروشد در دادگاه گفته است حسین عبدالصمدov را 1 ماه پیش از حمله به سیاحان دیده بود. او گفت که حسین عبدالصمدov را اصلیدین و جعفرالدین یوسفوف با او شناس کردند. این 2 برادر که در قتل سیاحان شرکت داشتند 1 روز پس از حمله کشته شدند. بحرینیسا حیدرova روز 22 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این 2 برادر کشته شده در همسایگیشان زندگی میکردند. بحرینیسا نقل میکند همان لحظه شنید که حسین به سیاحان خارجی توجه دارد. پس از چند روزی این واخوری کوتاه اصلیدین به بحرینیسا حیدرova زنگ زده و گفته است که دوستش میخواهد با خواهر او ازدواج کند. بحرینیسا حیدرova گفت خواستگاری حسین عبدالصمدov را رد کردند ولی اصلیدین چند بار دیگر به او زنگ زد. مس از روی همین تماس‌های تلفنی او را تفتیش و پیدا کرده به جوابگری کشیدند. این زن میگوید از اینکه به خاطر کودکان خردسالش زندانی نشد خوشحال است. بحرینیسا تاکید میکند که از نقشه این گروه خبری نداشت وگرنه به مقامات خبر میداد. او گفت نزدیک 4 ماه تشویش زیاد داشت. به گفته تفتیشات حسین عبدالصمدov تا انجام حمله تقریبا 3 ماه در نورک زندگی کرد. بیشتر شبش را در خانه نیمساخت اصلیدین یوسفوف در دهه کیبیل شهر نورک روز کرده است. 14 ساکنین نورک که بازداشت شدند مثل بحرینیسا با او تماس‌های داشتند. اکثر بازداشت شده ها از اطرافیان و خویشاوندان جعفرالدین و اصلیدین یوسفوف بودند. مقامات تفتیشاتی مشخص کردند که حسین عبدالصمدov تقریبا 1 سال برای انجام حمله تروریستی آمادگی دیده 3 ماه در حدود نورک با برادران یوسفوف نقشه کشیده است. روز 26 ایول به آنها زینالدین سفر و اسامالدین مجیدوف 2 ساکن دهه سلگای نویای 5 پیوستند که از روسیه برگشته بودند. اکثر این بازداشت شده ها در دادگاه اظهار پشیمانی کردند بجز از عبدالصمد حسینوف که گفته است من پشیمان نیستم که این حمله را انجام دادم. و در ازبکستان یک کشاورز بعد مصادره اموالش خودکشی کرده است. خویشاوندان سنجر باروتوف 33 ساله از ولایت جیزخ ازبکستان روز 21 نوامبر به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند و بعد آن خودکشی کرد که اموالش مصادره شد. سنجر باروتوف شب 6 نوامبر در نزد منزلش خود را آویخته است. جسد وی 1 روز بعد پیدا شد. پدر سنجر میگوید چند روز پیش از خودکشی پسرش کارمندان بیوروی اجرای جزا اموال او را مصادره کردند. رابین باروتوف گفت انتظار نداشت که عملهای غیر قانونی مقامات باعث خودکشی پسرش می شود. اگر از روی قانون عمل کنیم کارمندان بیوروی اجرای جزا حق نداشتند که به خانه پسر من در آمده اموالش را مصادره کنند زیرا آن اموال نه تنها به سنجر بلکه به من هم تعلق داشتند. طبق شرطنامه بانک باید برای بازپس گرفتن قرضش 14 ماه دیگر منتظر میشد گفت رابین باروتوف. گفته می شود سنجر باروتوف سال گذشته نزدیک $6,900 و امسال $10,000 را از بانک قرض گرفته است. با گفته رابین باروتوف حاصل ناخوب کشاورزی امکان نداد که آنها قرض بانک را سری وقت
برگردونم. خوب بینندگان عزیز و در این قسمت صحبت چون همیشه نگاه میاندازیم به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان که زیاد شما از ما میپرسید. بر پایه قرب رسمی امروز برای اسعار خارجی که بانک ملی معین کرده است $1 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو 10 سومانی و 75 درم و 1000 روبل روسی 143 سومانی و 60 درم است. خب کمی بلندتر رفته است. دوری میبینید قربی روبل روسی در تاجیکستان. خوب بینندگان عزیز، خبرهای ما هنوزم زیاد هستند و باوری دارم که در جریان روز باز شما ما را همراهی خواهید کرد چون 3 ساعت پس سرخط خبرهای تازه رو تقدیم شما میکنیم و همین گونه برنامه خبری هم یادتان نرود که با تازه ترین خبرها در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. تا پخش مستقیم نوبتی روز خوب داشته باشید و من خداحافظی نمیکنم.